گنگ فور تایم. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه روز خوب دیگه رو شروع کنیم با هم دیگه. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. این ویدیو کلا فرق داره بحثش. امشب ویدیو دیگه داشتم کنسلش کردم اینو بذارم چون بحث مهمی پیش اومد توی قضیه کامیونیتی یوتیوبمون. اونم استرایک علیرضا جی جی به یکی از بچهای ریاکشن بود که قراره توی این ویدیو راجعش با هم دیگه صحبت کنیم. بچه‌ها لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، حتما سابسکرایب کن. خانواده‌ام داره میره سمت 50000 تایی شدن، هیچی نمونده، 27000 تا دیگه مونده کلا و منتظر قسمت‌های بعدی انیمیشن و آیتم‌های بعدی باش. یه سری کانتنت و یه سری کلاب دارم براتون که اصلا بمونید واسش فقط. و مرسی از اینکه کامل من کلیک کردی. بازم مثل همیشه بریم توی ویدیو. امروز صبح من بیدار شدم، بچه‌ها پی ام دادن که یکی از بچه‌ها سر ریاکشن به ترک جی جی، ترک کنسل، استرایک خورد. شهاب که بچهای کامیونیتی ریاکشن البته استرایکی دریافت کردن از علیرضا جی جی به خاطر ریاکشن به ترک کنسل، که حالا جی جی خیلی عجیبه رفتارش. میاد ریاکشن ها رو استوری میکنه، یه تایمی میاد ریاکشن حمایت میکنه، بعد میاد به یه ریاکشن استرایک میزنه. یه دلیلش هم واضحه، چون یه نفر ازش انتقاد کرده و کسی که دم از آزادی بیان میزنه، میگه من دوست دارم اینجوری باشم پس آزادم که اینجوری باشم، میاد استرایک میزنه. دقیقاً همون کاری که جیم الف داره میکنه، یعنی یه دیکتاتوری خالص. حالا چرا دیکتاتوری؟ اول بذار اصلا از اول شروع بکنیم. بذار استرایک و کپی رایت رو براتون توضیح بدم، شاید بعضیا ندونن قضیه چیه. بچه‌ها همه جای دنیا یه داستانی هست اسمش کپی رایت که پلتفرم‌های بزرگی مثل یوتیوب هم استثنا نیستن از این قضیه، که میان برای اینکه کانتنت کریئتور که مثلا من باشم، من یه چیزی دارم تولید میکنم. بعد مثال براتون بزنم. انیمیشنی که ما تولید میکنیم، اگر تو نوعی انیمیشن رو ورداری کامل بذاری تو چنلت، برای من میاد میتونم استرایک بزنم بهت و میتونم کپی رایت بهت بدم، کارهای مختلفی میتونم برات انجام بدم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اونر اون کانتنت، اونر اون محتوا، حالا چه میخواد ویدیو باشه، چه میخواد موزیک باشه، چه میخواد هر چیز دیگه، چه ویدیوی خالی بدون صدا باشه، اصلا مهم نیست. اونر اون ویدیو، درآمدزایی ویدیو مال خودش باشه و همه بدونن که این اونر رو کسی بدون اجازه اون از اون کانتنت استفاده نکنه. حالا تا اینجا داشته باشید که یعنی مثلا من موزیک یه نفر ریاکشن میرم، اون میتونه این کارو بکنه، ولی خب این یه باگ ماجرا بود دیگه. یه سری قانون داریم به اسم قوانین فیر یوز یا استفاده منصفانه که البته تو همه کشورها فرق میکنه. تو آمریکا استفاده منصفانه همون فیر یوز میگن بهش، تو انگلیس معامله منصفانه میگن بهش. همه جا فرق میکنه ولی عملاً یکی ان. تو بعضی کشورها هم چیزی نداریم. البته ما داریم راجع به یوتیوب صحبت میکنیم الان که قوانین فیر یوز روش عملیه، یعنی و میتونی انجامش بدی. که اگر یک محتوایی رو تغییر بدی، یعنی خود محتوای اصلی رو نذاری، مثل ریمیکس، ایرادی نداره. اگه یه محتوایی رو نقد بکنی یا ریویو بکنی، ایرادی نداره. یعنی دقیقاً همین کاری که بچهای ریاکشن دارن انجام میدن. و استرایکی که توی نوعی داری میزنی هیچ اثری نداره. با پیگیری اون شخص که من میدونم داره پیگیری میکنه، استرایک برداشته میشه. برداشتن میشه 90 روز آینده برداشته میشه. ولی یا آرتیستی که لب تیغه، لب مرزه، باید دست و پا بزنه که بمونه توی داستان، که بدتر میاد 3 نفر رو یک جا دیس میکنه که پیش مردم بودن، با این کار خودش رو از لبه تیغ که چه عرض کنم وسط تیغ میندازه. قضیه استرایکی که امروز خورد یه فرق اساسی داشت با بقیه استرایکا. استرایک به کسی خورد که توی ویدیو تو رو نقد کرده. یعنی فقط کسی رو استرایک بزنی، فقط کس یا کسایی رو استرایک بزنی که دارن نقدت میکنن، که هم به اون طرف هم به کل بچهای کامیونیتی بفهمونی یا خوب منو میگید یا استرایک میخورید. این یعنی دیکتاتوری خالص، یعنی قشنگ جمهوری اسلامی ایران. میدونی چی بهت میگم؟ داستان دقیقاً همینجا شروع میشه که الان مثلا من نوعی میام میگم اوکی دیگه، پس شهاب استرایک خورد، من یا ریاکشن جی جی میرم، اگه خوب گفتم میذارم، اگه خوب نگفتم نمیذارم، چون استرایک میزنه. این دقیقاً مثل اهرم فشار میمونه که بگید یا از من خوب میگید یا از من نمیگید. چرا؟ مگه تو طرفدار آزادی بیان نیستی؟ مگه استوری نداشتی من آزادی بیان میخوام هر چی دلم میخواد بگم، میخوام مثلا آهنگ شاد بخونم؟ خودت مگه نگفتی اینو؟ پس این چیه؟ راجع به کپی رایت و استرایک صحبت کردم بچه‌ها. حالا من میخوام یه سری چیزا رو با سند و مدرک بهتون نشون بدم. این که الان میخوام بهتون بگم به خاطر اینه که جی جی نیاد بعداً بگه که برند شخصیم داره خراب میشه. یه چیزی داریم داخل یوتیوب به اسم دیفیم که یه جور همون توهین به برند شخصیه، که اگه مثلا من بیام اینجا یه توهین عجیب غریب و به دروغ به یک نفر یه ساید دیگه انجام بدم، اون میتونه بره شکایت بکنه برای دیفیم، نه اینکه بیاد استرایک بزنه. مثال میزنم براتون، من قوانین دیفیم رو اینجا براتون الان مینویسم اگه وقت بکنم البته، که کلیت ماجرا اینه
کسی توی ویدیوش نباید به دروغ چیزی راجع به یه نفر دیگه بگه. البته توی سطح بالا و تو واسه اینکه اینو پیگیری بکنی باید بری شکایت بکنی، باید بری دادگاه یوتیوب. و این چیزی نیست که با استرایک زدن روی موزیکت بخوای بهش برسی. میدونی چی باید میگم؟ اصلا قشنگ نیست یه نفر 2 تا شوخی باهات بکنه، یه نقد بکنه تو همون ترکی که تو اومدی 3 نفر از اوجای رپ فارسی رو دیس کردی. خب اصلا قشنگ نیست که بخوای بیای به اون استرایک بزنی. و به نظر من اشتباه جی بود این قضیه، چون چنل شهاب که هیچ اتفاقی براش نمیفته مطمئنم با یه استرایک. بچه‌ها بیشتر از اینم گرفتن اتفاقی ازش نیفتاده. قبلا با تتلو این مشکل رو داشتن که تتل اومد گفت برید، اومد گفت نرید. ولی برای برند جی این استرایک زدن است که به نظر من خرابش میکنه و خرابترش میکنه به نوعی. کسی که طرف مردم نبوده رو، الان نمیخوام وارد بازی احساسی بشم، خب من فقط یه چیزی رو میخوام بگم، تو طرف مردم نبودی، اصلا کاری با اون ندارم، من نگاه آرتیستی دارم بهت نگاه میکنم یا بهش نگاه میکنیم. بحث اینه جمهوری اسلامی به دیکتاتوریش معروفه و این کاری که تو شما و این تیم و این آدم کرده دقیقاً همون دیکتاتوری است و من نمیفهمم دم از آزادی بزنیم و خودمون دیکتاتور باشیم. چرا؟ تو کامیونیتی فان خیلی اتفاق افتاده بود. بچه‌ها فکر کنم هایزنبرگ اومد به چنل یکی استرایک زد که گفت داره منو تخریب میکنه و تهش استرایکر رو مجبور شد برداره. یا چه میدونم سوگنگ به پرشین روست زد، میخواست پیجشو بپرونه به خاطر یه روست که اونم مجبور شد تهش برداره و اصلا هیچ اتفاقی واسه پرشین روست نیفتاد. میگم این استرایک دادن الکی، بچه‌ها فکر نکنید خیلی راحت آرتیست بره استرایک بزنه. آرتیست اگه چند تا استرایک برای چند تا یوتیوبر بزنه، همه یوتیوبرها بتونن شکایت بکنن درست حسابی، اون آرتیسته که باید جزای این قضیه رو بده. یعنی استرایک الکی هم زدن درست نیست. وقتی قوانین فیروز رو رعایت کرده باشی و ریاکشن داری میری و نقد میکنی، تو میتونی پیگیریش بکنی. اون استرایک قطعا برداشته میشه، قطعا هم برداشته میشه، 80% 90% برداشته نمیشه. البته واسه به کشوری که داخلش هستی. مثلا من نوعی که تو ایرانم اگه کسی من استرایک بزنه هیچ کاری نمیتونم بکنم مگه اینکه یه نفر اونور بفرستم کارامو بکنه. این جای بحث داره ماجراست که واقعا چیز رو مخیه و فقط خواستم اینو باهاتون در میون بذارم. کامیونیتی من کامیونیتیه که همیشه میدونم باهوشید و اصلا یعنی همون اولین روز تا همین الان من فکر میکنم یکی از منطقی ترین و غیر تعصبی ترین کامیونیتی ها تو کامیونیتی ماست واقعا و خانواده ماست. و اینو به خاطر این میگم که خیلی خیلی زیاد با آرتیست‌های مختلف تو انیمیشن، تو آیتم، تو همه چی شوخی شده و شما که فن اون آرتیست هم ممکنه باشی نیومدی بگی چرا تو این کردی، چرا شوخی کردی، چرا فلان کردی. میدونستی که just for fun، میدونی. و این قضیه که رهنمون فشار میشه منو اذیت میکنه. از این به بعد ایرز جی جی و سایدش دیگه نه موزیکی داخل ویدیو هم قرار پلی بشه، نه تو انیمیشن ها اسمشون قراره بیاد، نه قراره چهرهشون رو تو این کانال ببینید. این آخرین باری که چهرهشو دارید داخل تامنیل میبینید. بچه‌ها من اینو اضافه بکنم، من با موزیکای جی جی خاطره ساختم به شدت زیاد. من سیگار صورتی رو یه هفته پلی نکنم از عذاب واسم، اصلا کاری به آرتیست بودنش ندارم. من تو ویدیوم به ریاکشن جی جی هم گفتم جی جی رو خیلی دوست دارم به خاطر پروداکشنایی که کرده، به خاطر کارهایی که ساخته، به خاطر بیت‌های بی‌نظیری که داخل رپ فارسی جا گذاشته. ولی این کار اصلا بحثی راجع به گذشته و چه می‌دونم هیستوری آرتیست و اینا نیست. بحث اینه که تو اومدی اهرم فشار برای بچهای ریاکشن و بچهای یوتیوبر بذاری که بگی آقا ببین یا این کاری که یا خوبه منو میگی یا نمیگی، یا با منی یا نیستی. چرا الان ما داریم آرتیستای اونوری اصلا همچین کاری مگه میکنن؟ این همه ریاکشن کار آمریکایی داریم که دارن کارشونو میکنن راحت با آرتیستای بزرگ و پلیای میلیونی. یک نفرم من ندیدم استرایک بخوره. اگه خورده من باید بهم بگید. واقعا من چیزی که من دنبال دارم میکنم همچین چیزی نیست. خیلی رسمی دارن کارشونو میکنن. من از جی جی همچین انتظاری نداشتم واقعا. فکر می‌کردم جی جی یکی از با جنبه‌های رپ فارسی باشه، یعنی همچین ایده‌ای داشتم براش، چون خودش با خیلی شوخی میکنه. انتظار داشتم که جنبه شوخیش هم بالا باشه. ولی بچه‌ها شما به عنوان شنونده باید بدونید دارید به کاری کی گوش میدید. اصلا کاری با ساید با شرف بی شرف ندارم. من اصلا بحث من این نیست. بحث من اینه که استرایک زدن توی همچین لولی اصلا کار درستی نیست. یه چیز دیگه هم که بگم بچه‌ها بهتون، استرایک زدن برای چنلی که استرایک میزنه خیلی مفیده. یعنی من نوعی بیام برای ایکس و ایگرگ استرایک بزنم، برای چنل من سود خیلی زیادی داره. ولی این همه آدم اومدن موزیک تو برداشتن خام گذاشتن، برو با اونا استرایک بزن. چرا به بچه ریاکشن؟ من نمیفهمم. این بار اول نیست، بار دوم نیست. بار اول این شخصا نمیدونم، قبلش تتلو این کارو کرده بود، بقیه آرتیست‌ها این کارو کردن، تک و توک. ریاکشن‌ها جدیداً 40-50 درصدشون کپی رایت کلیم میخوره. کپی رایت کلیم که میخوره فکر کنم کل درآمد ویدیو میره واسه آرتیست، که اینش مشکلی نداره. یعنی من نمیگم که اصلا مشکل ندارم چون کارم ریاکشن نیست.
و درآمدم از ریاکشن نیست، درآمدم از بقیه کانتنتامه. و اگه موزیک هم با هم دیگه گوش میکنیم واسه اینکه فقط کنار هم دیگه گوش بکنیم، وایب بگیریم و همینو بس، چیز دیگه ای نیست. حرف دیگه ندارم بچه‌ها، نظرتون رو تو کامنت ها حتما بگین. دوستتون دارم خیلی زیاد. مرسی از اینکه رو تامین من کلیک کردی تا آخر این ویدیو رو دیدی. نظرت راجع به استرایک جی جی کامنت کن. کاف و قلب هم همین الان کامنت کن. بنده کو فراموش نکنید.